فرزند خچ بیزنس کرده شده میفهمی؟ اینجا ویدیو میکنه یو دادگی در همین سرای مثلا ضربه خوردگی بچهای وحدت خواهش میکنم خدمت کمی ویدیو رو میبینید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز خداوند نگهبان هر یک کدوم شما باشه که اولش پروردگار دیومش شما هسته که سبب میشه ما چقدر مردم نیازمند خواهران برادرانی که به کمک نیاز دارن مقصد دستگیری میکنیم. وقتی که ما هوا شما را گام میزنیم که اولش پروردگار دیوم شما هسته، یعنی که الحمدلله در مدت یک سالی که ما همکاری داریم با اولش خدا و شما در مدت یک سال با همین پادپیس چیکاری که من 15000 دلار میشته 16000 شد ما چقدر الحمدلله کارهای خیر زیاد کردگیم و کمک‌های مقصد به پایان کردگیم. دوستان عزیز امروز ما در شهر وحدتیم. برادر ما اکا جان چی نام دارید؟ اکای نورعلی دخترش فرزندش 8 ساله صرف یک بود که ماه سپتامبر بود؟ نه هفتم ایون همین خواهرچه را ماشین میزنه در قدیره همین خواهرچه دکو میغلطه یعنی تا 3 ماه هوش یعنی که تماما هیچ دیاتش نبود، فقط به پشت خواب کردگی بود. طول چند قشت اوجه باید 3 ماه و 10 روز دکان بود. نو تای 20 روزی همین خواهرچه کمکک برخد آمدگی متاسفانه همین بردیم ورچو تای 30000 دلار این خواهرچه را همین سر اتیاب دادگی در همین سر مقصد ضربه خوردگی فقط هیچی زیادش نیست. این توابت یه اگه آلش خداوند و دیمش گفتیم که در چی است در هندوستان اختراع تای 30000 دلار گفتن. اگر همین هندوستان باشه تای 30000 دلار و خاطر خدا از هر یک آدمی شما اولش خواهش میکنیم در حقش دعا باشه دیم درجه امکانیت داشته باشه همین ویدیو رو اگه در استوری تو پارت هیچ جا تو کم نمیشه. تا 10 پادپیس داری 100 پادپیس داری 500 داری 10000 داری و بلاگری که همین چیزا میبینید خواهش میکنم شما همه وقت مردم نصیحت میکنه که استوری کنه شما دست بخیر کنه. شما را خواهش میکنیم که زور تو نبیا گرچند که اگر زبور هم داشته باشه همین ویدیو همین خواهر بیاد فوری است ضرور است که همین برادری که ما هسته این برادرم یک تاکسی خودش معیوب از ایمان سخن کم میتیم همین ویدیو را پهن کنه. التماس که یا سومای بچهای وحدت خواهش میکنم خدمت همین ویدیو را میبینه. همین شهر وحدت کدوم کوچه ای کوچه چرتک میگن از همونجا ام دهای چرتک خواهش میکنم بیای ببینه. من میدونم خیلی بچهای مقصد وحدت میشناسن میلیونر 5 6 مغازین 10 مغازین داره در مسکو. خواهش میکنم به طرف نباشه این برادر مقصد کمک کنه. اکا جون یک سخن خودت. سلام علیکم برادران دست بخیر. از همه شما میندارم. اول من شاید این است که دختر شما بیمارم تا 3 موزیو است که در خانه کسی الان خسال هست از ضربه ماشین یعنی که در کام بود و دستگیری برادر دست بخیر من تا این درجه من چشمش کشوده شده است شاید ما انا چیزی که امرت رنگینوی که بود ما با هندوستان روان کردیم برادر رو دیدن در اونجا ما رو با مبلغ 30000 دلار آمریکایی گفتن که جراحی میکنیم ماینه سرش رو یعنی که با کار میدونیم. اگر امکانیت باشه برادران دست بخیر با ما کمک کنید تا اینکه این برنامه من شاید با دستگیری شما اولش خداوند ان که دستگیری شما به اجر نمیمونه ان که خداوند اجرش رو با شما میده ان شاء الله. دوستان عزیز حاضری پاکوش کار نمیکنن نه یا همیشه کار میکنه خاطر میکشه مقصد یگون چی نداده شده مقصد این سر معنی سر یگون کار نکرده که اما حسیات البته با عضو بدن در کار دوره. دوستان عزیز یک سخن فراموش نکنید دوستان عزیز که من الحمدلله توی یک سال شد قطعی همین مردمی که به همین حالات هستن در حالت اول یک چیکاری باشه پاست بلندی بسیار دیدگیم یعنی یک وقتی آدم بسیار بینه آبش زیاد میشه. من از خواهش از مردمی که نیازمند هستن طور که مقصد سخت و نرسه خواهش میکنم یک قسم شده نظر دارم نیازمند هستن بسیار شمیشناسم که همین این مردا که نگاه کنید در بیوت صدر حرکت داره که فرزندش اساس کنه. من شخصای را میشناسم در کذا دارم که فرزندش کسالای نمیبره توبتش کنه یعنی که فرزند خچ بیزنس کرده شده میفهمی. اینجا ویدیو میکنه یا بلاگر احمق میکنه کمک سوم جمع میکنه اونجا ویدیو میکنه کس احمق میکنه سوم جمع میکنه. ای خدا بترسه پروردگار تر یک بار داد فرزند تا یاد در داد دیدی که همین مقصد چی میگم پروردگار به هر یک قادر بده. ای خدا ای غضب خدا بترسه همو چی میگن و مقصد مشکلی به سر فرزند خود جبر نکنه به سر فرزند اختور همون چیزی که جمع میکنه خواهش میکنم ایش اشاره نکرده ایدمی فرزندو ایدمی آدمایی که مثلا معیوبه در خونه داره خواهش میکنم ایدمی همایشه مردمی که با کمک مینه مردمی که مینویسه مردمی که در حقیقتا میخواد نیاز
یعنی مردمی که ما رو بیشتر تماشا کرده سعودیان یاردم میکنن یا دسترویکه کار میکنن در چی کارایی نکرده استن چی مشکلی در مسکو باشه میفهمید وقتی که کمک میکنن به خاطر یالا به خاطر قیامت چو بسیار میکنن 99.9%ش به خاطر قیامت چو میکنن همه شما قدر کنید یعنی پروردگار یک از سبب میشه میاد در خانه شما التماس خواهش میکنم فرزندای خودتون معیوبای خودتون بیزنس نکنید پیش هر بلاگر نری اگر در کار شما در کزاتون میکنم اینه که یعنی کارو در کار نیست هر چی باشه پس پرده بمونه ای خدا بترسید همین کارو نکنید به خاطر خدا از هر یک آدمی شما خواهش میکنم وقتی خواهش کردم یک از مجبور میشن نیکو مثال میگم پدر اگر که خودت عقل کو یک کرد هم تلفن بگی ایزو میکش صورت بگیرن در رادیو آزادی یا یوتیوب یا بلاگر همین مردک تو مجبور نشوه در روی اکران گاو نمیزنه این مردک وقتی من همین سخن میگم همین سخن جان داره یعنی مردک زالول میبونه که در مبین پوبلیکاسیون برا شاید همین ویدیو ما رو 10,000 تماشا کنه 100,000 تماشا کنه 1 میلیون تماشا کنه زالول میمونه که این مردم میگه من با نیاز مقصد احتیاج دارم من نیازمند هستم خواهش میکنم به خاطر قیامت به خاطر فرزند من کرده هستم اوجا کی با قدم عقل توگن میگم برادر نه یوتیوب گاو میزنه که من التماس یاردم کنی دیگه کار دیگه نداره ضرور مونده این مردک هم خودش معیوب هسته گردو اپری تماما امکانات شرایط زندگی خودش نداره در خونه چند فرزند دیگه با خاطر خدا خواهش میکنم یک بار دیگه همین ویدیو رو پان کنید بچه‌های وحدت التماس خواهش میکنم که به طرف نباشه بیای خبرش بگیرید و یا چون میبینن میدونن که من در نظر دارم خدمت هستی بیا خبر گیره با خود امان خدا السلام علیکم و رحمت الله من کارت زبربانک خودم کارت زبربانک اکانت میمونم کارت چی دوشنبه سی چشم میمونم رقمای تلفن خدمت که با همین نزدیکی بیا از نزدیک بینش شناس التماس دستگیری کنید با خود امان خدا السلام علیکم